رئیس ناحیه ورزاب که بعد افشاکاریش از وظیفه برکنار شده بود وکیل پارلمان شد. مؤسسه های تعلیمی که با مبلغ های فدراسیون روسیه ساخته شده اند از 1 سپتامبر در تاجیکستان به کار آغاز میکنند. دادر نورسلطان نظربایف پرزیدنت سابق قزاقستان به غصب تجارتی صاحبکاران و با زور صاحب شدن به سهم کارخانه های تجارتی ایبدار می شود. روسیه با شرکت 33 کشور نشست آنتی فاشیستی برگزار کرد. شیرعلی زاده محمدالله عمر که اخیراً از مقام رئیس ناحیه ورزاب برکنار شد وکیل پارلمان انتخاب گردید. طبق اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی تاجیکستان، شیرعلی زاده با گرفتن 55% آرا وکیل از حوزه انتخاباتی رودکی رقم 9 شد. وکیل پیشی از حوزه رودکی عثمانزاده خیرالدین عثمان بود که از سوی پرزیدنت امامعلی رحمان به رهبری مرکزی تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهور تعیین شد. محمدالله شیرعلی زاده سابق رئیس ناحیه ورزاب در نشست خبریش که روز 28 ایول برگزار شده بود خبری را به اطلاع خبرنگاران رسانده بود که خلاف ادعای حکومت از رشد اقتصاد کشور است. هنوز یک شبانه روز از این خبر نگذشته او از وظیفه‌اش برکنار شده بود. رئیس اکنون سابق ناحیه ورزاب گفته بود که در حدود این ناحیه 15 کارخانه صنعتی موجود است که از آنها همگی 2 کارخانه فعالیت دائمی دارند و بس. 13 کارخانه دیگر پوره یا موقتا از فعالیت باز مانده اند. محمدالله شیرعلی زاده همچنین خبر داده بود که درآمد بودجه از حساب استحصال محصولات صنعتی نسبت سال گذشته 14 میلیون و 700 سومانی کم است و همگی 23.3% را تشکیل می دهد. هرچند برکناری شیرعلی زاده از وظیفه رئیسی ناحیه ورزاب بنابر به کار دیگر گذاشتن گفته می شد، ولی تا خبری انتخاب شدنش به وکیلی پارلمان اطلاعی درباره جای کار نوش نبود. مؤسسه های تعلیمی که با مبلغ های فدراسیون روسیه در شهرهای دوشنبه، خوجند، باختر، کولاب و ترسونزاده ساخته شده اند برای اولین بار از 1 سپتامبر امسال در خود را به خوانندگان باز خواهند کرد. آنها از 20 تا 27 اوگوست برای انتخاب مکتب بچگان صنف‌های 2 تا 8 برای تعلیم سنجش می‌گذرانند. امتحان‌ها در 2 مرحله، سنجش دانش زبان روسی و سنجش دانش فنی گذرانیده می‌شود. برای انتخاب کمیسی زیاده از 20 نفر تشکیل کرده شده که به هیئت آن دیرکتوران و معلمان این مکتب‌ها اینچنین نمایندگان وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان شامل هستند. در هر کدام این 5 مکتب 73 نفر آموزگاران کار خواهند کرد. 75% هیئت آموزگاران الکی تشکیل شده است و جایهای خالی از حساب آموزگاران روسیه اشغال خواهند شد. هر یک مکتب برای 1224 خواننده پیش بینی شده است و تحصیل کاملا رایگان خواهد بود. بنا به اطلاع وزارت معارف تاجیکستان، الکی حدود 3500 نفر برای تحصیل در مکتب دوشنبه مراجعت کرده اند. یادآور می‌شویم که ساختمان 5 مکتب روسی در تاجیکستان در چهارچوب سازشنامه بین حکومتی که سال 2019 بسته شده بود صورت گرفته است. برای ساختمان و تجهیزانیدن مادی و تکنیکی آنها فدراسیون روسیه قریب 150 میلیون دلار جدا کرده بود. در قزاقستان علیه بولات نظربایف برادر نورسلطان نظربایف پرزیدنت سابق قزاقستان و مایرو کورمانگالیوا همسر سابقش پرونده جنایتی باز کردند. برادر پرزیدنت سابق با همسر سابقش به غصب تجارتی صاحبکاران و با زور صاحب شدن به سهم کارخانه های تجارتی در قزاقستان ایبدار می شوند. چندین شرکت ها از بالای بولات نظربایف به مقامات شکایت بردند که برادر پرزیدنت سابق قزاقستان شرکت آنها را با زور کشیده گرفته است. بولات نظربایف برادر خردی نورسلطان نظربایف است که در زمان سر قدرت بودن او صاحب تجارتی بزرگ در قزاقستان بود. نورسلطان نظربایف سال 2019 از مقامش استعفا داد ولی در وظیفه پیشوای ملت قزاقستان را اداره میکرد. در پی حادثه های خونین ماه ینوری امسال کاملا از قدرت رفت. چند تن از نزدیکانش حالا در بازداشت قرار دارند. در کار کنگرسی بین المللی ضد فاشیستی که در دایره انجمن بین المللی حربی تکنیکی ارمی 2022
از 15 تا 21 август در مرکز نمایشگاه پاتریوتی مسکو با دستگیری سازمان دهنده این چاره‌بینی وزارت دفاع روسیه برگزار شد. هیئت‌های نمایندگی 13 کشور از جمله تاجیکستان اشتراک کردند. در این باره سردار سرریاست رشد اینواتسی وزارت مدافع فدراسیون روسیه گنرال مایور الکساندر اوساچوک به رسانه‌ها خبر داد. سازمان دهندگان چاره‌بینی گفتند که هدف از برپا کردن چاره‌بینی این متحد کردن سعی و کوشش جامعه جهانی در مبارزه با ایدئولوژی ناتسیسم و همه گونه ظهورات آن می باشد. چاره‌بینی به مقابل ساختکاری تاریخ و قهرمانی ناتسیسم نگرانیده شده است. حاضرین چاره‌بینی سبب‌های پیدایش نئوناتسیسم را در جهان معاصر و راه‌های مبارزه با آن را بررسی کردند.